خب سلام خدمت اعضای محترم چنل کرمانشاه دراب. دوستان ویدیو احتمالاً خیلی طولانی بشه چون پروژه کتیزن پروژه خیلی معتبری است و جزئیات خیلی زیادی داره. من بنا به قولی که بهتون دادم البته خیلی عذرخواهی میکنم که دیر شد. خب بنا به شرایطی که پیش اومد من الان براتون ویدیوشو میذارم. خب بچه‌ها دقت کنید، این صفحه اصلی پروژه کتیزن هستش. خب ما اینجا چند تا آیتم رو داریم. ما 3 تا صفحه اصلی رو داریم. 3 تا صفحه اصلی رو من ریز به ریز براتون توضیح میدم. خب بچه‌ها دقت کنین، اولین چیزی که بهتون بگم، خب اینجا لول گربتون اینجا که نوشته جنریت، خب یعنی تولید مثل کردن، اینجا تولید میکنه. لول گربتون این مهمه، یعنی بعدا اگر قرار این گربتون NFT بشه، هرچی لولش بالاتر باشه قیمتش مسلما خیلی بیشتر میشه براتون. خب نکته دیگه ای که باید عرض کنم خدمتون تو این صفحه، اینجا قسمت ماین، خب اینو هر موقع چراغشو براتون روشن کرد، خب مراقب باشین، اینو حواستون بهش باشه. برین تو ماین، بهتون گفته مثلا هر چقدر که مایی دارین برین استک کنین. حالا یه روز، 2 روز، 1 ساعت، 2 ساعت استک کنید. به جاش ارز دبلیو کتی بهتون میده که ارز اصلی خود پروژه کتیزن هستش. خب اینجا رو که اینجا هم قسمت اوتو هستش. موقعی که روش کلیک میکنین به طور اتومات، دیگه نمیخواد خودتون باش بازی کنین، ولی باید صفحه روشن باشه. متاسفانه خیلی وقت گیر است. خب رو اوتو که بزنین میگه ما ازتون، خب این حالا من قبلا فعالش کردم، ازتون این مقدار مایی میخوام. میتونین از طریق خب این آیکونی که هست فیشینگ، از طریق این فیشینگ شما مراجعه کنین و ماهی بگیرین و بهتون ماهی بده. خب بچه‌ها وارد این قسمت میشیم. وارد این قسمت که شدیم، شما این پایین براتون ماهیاتون آورده، ماهیایی که جمع کردین و براتون آورده. اینجا هم مثل همون گزینه اسپینر هست. خب اینجا شانس بهتون چه مقدار ماهی بده. خب چند بار بنا به اون مقدار ماهی که دارین شما چند بار روش بزنین. خب اینجا موقعی که روش کلیک میکنه رو ریل بزنین. خب اینجا برای من آورده، الان به من خرچنگ داد، ماهی نداد. خب اینو دیگه باید ریسک کنین دیگه، بالاخره شانسه. اینو باید چند بار امتحان کنین ببینین در ازاش یا ماهی ازتون کسب میکنه یا ماهی بهتون میده. خب این بحث این. خب برگردیم عقب. خب بچه‌ها گزینه بعدی که باید براتون توضیح بدم اسپین هستش. خب این گزینه اسپین رو روش کلیک کنین. خب روش کلیک کردین، خب اینجا این قسمت براتون میاره. حالا عذرخواهی میکنم، من میگم خیلی وقتمون نگیره، هر بار با یا آتمش من فلش رو میکشم. خب اینجا براتون میاره نوشته 1 از 2. خب ما روی این کلیک میکنیم، میگه یه بار بهش شانس میدم که روی این اسپین بزنی. خب حالا اسپین میچرخه رو هر گزینه‌ای که براتون اومد، به ازاش شانستون اگر بگیره اینجا تو قسمت مای اسست، خب روش کلیک کنین. مای اسست رو که روش کلیک کردین بچه‌ها نگاه کنین چند تا آیتم داره، یکی وی کیتی، یکی فیش کوین، یکی دبلیو کتی، یکی ایکس زن. خب این 2 تا گزینه پایینی فکر کنم خیلی معتبرتر باشه، یعنی اینو اگر شما بیشتر داشته باشین این بعداً براتون کوین میشه و میتونین بفروشین. خب بچه‌ها اینجا شما اگر بخواین بهتون براتون اسپینر رو فعال کنه، خب اینجا رفرالتون رو بفرستین برای دوستاتون، هر روز مثلا 20 نفر بفرستین که اسپینر رو براتون فعال کنه. شانستون رو حالا هر چقدر بهتون شانس داد، عدد داد، رو اسپین میزنید. با اسپین رو که زدین خب بهتون یه پاداش هایی میده که وارد همین قسمت مای اسست میشه. خب بچه‌ها تموم که شد، یعنی شما باید هر روز در واقع دعوتی داشته باشین تا بتونین شاملتون بشه. البته این یکی از آیتماش هست. خب برگردیم عقب. اینجا تو بخش ارن هر روز میتونین مراجعه کنین و ببینین که
آیتماش چی آیتماش فعال کنید و به جاش بهتون ماهی میده. خب بچه‌ها روی این ارن کلیک کنین. اینجا نوشته چکین لوگین تو کاتیزن. این چکین بچه‌ها وصل میشین به تون کیپرتون. موقعی که روش کلیک میکنین خب هر مقدار، حالا یه مقدار تون اگر میخواین ماهی بیشتری داشته باشین و امتیاز بیشتری بگیرین، اون کلیک میکنین واسه میشین تون کیپرتون و یه 8 سنتی ازتون میگیره، البته خیلی کمتر خب ازتون میگیره و این تیک براتون فعال میشه. 30 تا ماهی میاد رو داشته هاتون، یعنی در واقع رو داراییتون میاد رو این قسمت. خب بقیه هم که این که میگه visit official website daily invite visit channel and engage، اینا رو کلا فعال کنیم. من الان مثلا ریتویتش رو فعال نکردم، حالا بعد ویدیو بعدا این امتیاز اینم میگیرم. خب اون بخش اچیومنت هم اینجا هر موقع چراغش براتون روشن شد بنا به اون امتیازایی که دارین اینجا بهتون در ازاش سکه میده. خب هر چقدر جلوتر برین سکه بیشتری بهتون میده. خب برمیگردیم عقب. بچه‌ها دقت کنین. خب گفتم حالا متاسفانه چون رباتای خیلی زیادی الان پروژه ایردراپ زیادی فعال شدن، این کاتیزن حالا اگر گوشی دیگه داشته باشین صفحش خاموش نشه میتونین نتش روشن باشه، فیلتر شکن آی پی ثابت داشته باشین، این همینجوری روشن باشه. اتوماتش هم اگر فعال کنین براش فیش بگیرین خب میتونین همین بس کنین تون کیپرتون به ازاش فکر کنم یه 3900 فیش میخواد، ماهی میخواد و یه 13 دلاری ازتون کسب میکنه. البته این بسته به خودتون داره که بخواین هزینه کنین یا نه. خب بچه‌ها دقت کنین تو بخش اینوایت، این بخش اینوایت هستش که این هم همون لینک دعوتتون است. بخش فید هستش، بخش فید رو دقت کنین. اینجا شما موقعی که مراجعه میکنین بهش خب روش کلیک میکنیم. اینجا میگه ما گربه های مثلا 23 24 25 اینجا ازتون هم برای سرعتش هم سکه کسب میکنه هم ماهی کسب میکنه که مثلا شما گربه 27 خیلی کم دارین بخاطر اینکه لولتون به پایین برسه، اینجا میگه 220 تا ماهی مثلا اینقدر سکه ازتون کسب میکنه و در ازاش بهتون گربه میدم که خونه‌هاتون رو پر کنه و لولتون سریعتر بالا بره. خب بچه‌ها بخش بعدی هم این بخش شاپ هستش. موقعی که دعوت میکنین رفرال میگین یا خیلی فعال این شاپ یه نقطه قرمز براتون میاره، ببینین رو شاپ که کلیک کردین خب این آیتما رو براتون میاره. مثلا من امروز بهم 300 تا فیش داد، میگه هزینهش نزدیک $1. باز وصل شدم تون کیپرم، اونجا ازم تراکنش انجام دادم و ازم نزدیک $1 کسب کرد و بهم 300 تا فیش داد که بتونم با اون 300 تا فیش برم ماهیگیری کنم و اونجا شانس خودم امتحان کنم ببینم چقدر ماهی بمیده. بعضا دوستا شانس آوردن خب ماهی زیادی بهشون داده و اینجا تونستن با همون ماهی‌ها قسمت اوتوش رو فعال کنن که دیگه بازی خودش اتومات جلو بره و لولتون بالا بره. خب بچه‌ها نکته مهم دیگری که هست خب این بخش ارنو، بخش عذرخواهی میکنم این بخش ماینو هر موقع بخش ماین یه چراغ قرمز میاد روش فعال میشه. هر موقع فعال شد حواستون بهش باشه، اونجا کلیک کنین روش، ماهیاتون رو استک کنین که به ازاش WKT بهتون بده. خب بچه‌ها نکته خاص دیگه این نداره، حالا این قسمت هم هست اینم براتون توضیح بدم. اینجا هم اگر روش کلیک کنین خب میگه من به ازاش خب 3 تا آیتم داره که فری رایگانه، یکی اینکه کلیم میگه 75 دقیقه من سرعتشو بالا میبرم براتون، در ازاش اینقدر تون ازتون میخوام. اینجا میگه 240 دقیقه. خب فکر کن ارزش مایه چقدر زیاده. خب 240 دقیقه من برات سرعتشو بیشتر میکنم و در ازاش 50 تا فیش ازتون میگیرم. خب دوستان نکته خاص دیگه این نداره. اگر حالا بخش دیگه بهش اضافه شو من سعی میکنم باز فیلم بگیرم، باز براتون ویدیو بگیرم و خلاصه جانمونیم بتونین شامل ایردراپ بشید. دوستان من موقعی که مراجعه میکنم به لینک یوتیوبمون سابسکرایب یادتون نره سابسکرایب کنین، لایک کنین که من
روحیه بگیرم بتونم فیلم های بیشتری براتون بگیرم و آموزششو بذارم. موفق و مؤید باشین، امیدوارم شامل ایردراپ عالی بشین.